امروز ما در آستانه سال نو 2022 ایستاده‌ایم. البته در آخر سال کهنه را جنبش میکنند و نقشه های خود را ترتیب میدهند در سال نو. خانه موزه عارف گلخانی سمرقندی هم در سال 2022 بسیار موفقیت ها را به دست آورد. با خانه موزه مهمانان عالی قدر تشریف آوردند و ما از قبول آنها خرسند هستیم. باز یک چیز را تاکید کردنی هستم که من 2 سال باز ما در بالای ترتیب دادن و به نشر تیار کردن کتابی کل سمرقند شهریگه بر سمرقندم بیا کار کرده ایستاده ایم و این کتابی نوته می باشد، از 2 قسم عبارت 580 صفحه را در بر میگیرد و همین کتاب امروز آماده نشر شد و در سال نو خوانندگان خود را خواهد یافت. طوری که میگویند اگر در عرفه سال نو چخلین که نیت کنید آن جامعه عمل میباشد است. در سال نو ما هم میخواستیم که در سال 2022 من همخلین آمدهای و همخلین برد و بارها در خانه موزه بسیار شود، نه اینکه در خانه موزه عارف گلخانی بلکه بر سمرقند ما نیز بسیار شود. من از نام خانه موزه عارف گلخانی سمرقندی اهل سمرقند را عموما همه اتان را با سال نو آمده ایستاده تبریک و تهنیت میگویم. آدمیزاد با امید زنده، آدمیزاد با آرزو زنده. آدم چقدر که زندگی کند همین قطع با وی آرزوی امید زندگی دارد و من میخواستم که همین آرزوی امید نجیب شما جامعه عمل باشد و سال نو همه وقت تینجه آسایشتگی شود. در سال نو همه موفقیت ها برای هر یک خاندان موفق شود. سلام باشتان، سلامت باشتان.